ویدیوی دیگه. بچه فکر کنم ویدیوی قبلیم صدا نداشت و ببخشید من با این بابت معذرت میخوام. فکر کنم صدا نداشت، حواسم نبود، صداشو قطع کردم. حالا ببخشید از من، این سری صدا داره اگه اشتباه نکنم. بازم به یه ویدیوی دیگه اما خیلی زود خوش اومدید. این سری من میخوام کلی TNT رو بذارم و بهتره کنم، کلی. و دیگه همین. ببینیم تا دنیامون آپلود بشه. خب بشین تا من رو حالت چیز بذارمش. خب اینجا مکانیه که من الان میخوام TNT بذارم. TNT فندکم میذاریم و بریم سراغ کاشتن TNT. ببینیم چقدر TNT بتونیم بذاریم و بهتره کنیم. 1 2 3. خب بچه ها بازم میذارم، ولی خب این کمه، بازم میذارم. بچه ها ویدیو قبل بازدید زیاد داشتم قبلا، ولی اصلا لایک و کامنت نداشتم و من ناراحت شدم که هیچ لایک و کامنت نداشت. من راستش فالور نیاز دارم، میخوام برسم 50 عدد تا بتونم استریم بذارم. خب ولی نمیتونم، یوتیوب نمیذاره تا قبل از 50 عددی فالو کنید تا من بتونم برسم به 50. مثلا دونیت هم ازتون نمیخوام، فقط میخوام برای خودم، میخوام بیشتر خودم دوست دارم بذارم. 50 عدد بذاریم، هر روز استریم داریم. خب خوبه، هر کی هم بذاره اول نفر پینش میکنم. هر کی کامنت بذاره اول نفر پینش میکنم. بچه کافیه یا دوباره بذارم؟ اگه کافیه لایک رو بذار، اگه کافی نیست یک کامنت برام بذار. خب بازم میذاریم. برام تو کامنت که با TNT درستش کنم و بهتره کنمش. یه سورپرایز هم براتون دارم، اگه میتونم بنویسیم براتون سورپرایز رو میگم. فعلا 20 نفر اول که اسمشون مینویسه تا یه دفعه یه سورپرایز قراره بهشون بدیم. اینقدر TNT شد در مجموع، زیاده واقعا.
کافیه دیگه. بچه یادتون نره که چون برای ویدیو جدید لازم میخوام اسمتون بنویسم براتون درست کنم با تیمتون بهتره کنم یه سورپریز هم دارم براتون. خب با لایک شما من اینو میتره کنم. 3 2 1. اوه شد. اوکی چی شد؟ اینجوری شد. و بچه ساب یادتون نره، فالو یادتون نره. گفتم خب میخوام استریم بذارم، به ساب و لایکتون نیاز دارم، مخصوص از خدا نگهدار.